نمیفته، تا چی وقت این جان ما در راه الله تکه تکه نشه. اگر اون حادثه پیش می آمد من با خود میگویم که یا الله پروردگار، از تو نخواستم که داخل خانه خود شهید بشم، از تو نخواستم که داخل این را اشاره می کنم که علما دیگه آرام نمی نشینند. علما دیگه تنها عالم منبر نیستند. این را برای نظام میگویم، برای دولت مردان میگویم، برای کسانی که فکر میکنند که ملت از علما جدا هست. دیگه علما تنها عالم منبر، تنها مدرس وظیفه تدریس، تنها مبلغ وظیفه تبلیغ، بلکه در اکثریت امور مداخله خواهد کرد و این ملت را باید از این بدبختی، از این همه مشکلات باید نجات داد. علما هستند که سرنوشت امت را به دست میگیرند. ما تا به حال صبر و حوصله کردیم، همیشه حکومت و نظام آمده کارها و برنامه‌های علما را تفتیش کرده و بررسی کرده و ارزیابی کرده. از این به بعد دیگه به حکومت اجازه نمیدیم، از این بیشتر دیگه به نظام اجازه نمیدهیم. دیگه علما هست که حکومت را تفتیش کرده، علما هست که کارهای حکومت را بررسی خواهد کرده، علما هست که برنامه‌های حکومت را ارزیابی خواهد کرده. امروز در افغانستان وضعیت را میبینیم که چی سمت و سوی اونهایی که در رأس قرار دارند، همه مصروف بازی های سیاسی خود هستند، همه مصروف اون خرید و فروش بالآخر آبرو و شرف ملت هستند. علما دیگه سکوت نخواهد کرد، علما دیگه به مسئله تنها منبر و محراب و درس و تدریس اکتفا نخواهد کرد. من برای ملت انشاءالله در روز جمعه هم پیام خواهیم داشت و این خطبا و بزرگانی که اینجا نشسته هستند در روز جمعه برای ملت اطمینان خواهد داد که دیگه ملت از دیگه علما از ملت دور و فاصله نخواهد گرفت. هر قدر ما از ملت فاصله بگیریم، این گرگان درنده هستند که میآیند ملت را میدرند و تومه خود قرار میدن. بس از سکوت بس است عزیزان و بزرگواران. این یک جان ناقابلی که الله داده، آیا از جان ابوبکر شیرین‌تر است که اون لحظه‌ای که گفت اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله؟ ابوبکر چنان بخاطر دین الله میزنن که بیهوش میشه. آیا این جان ناقابل از جان عمری که در محراب شهید شد بهتر است؟ آیا این جان ناقابل از جان عثمان ذی‌النورین که بر سر قرآن شهید شد بالاتر است؟ آیا این جان ناقابل از جان علی بن ابی طالبی که در مسیر مسجد شهید شد بهتر است؟ آیا این جان ناقابل از جان امام ابو حنیفه که در زیر شلاقها قرار گرفته بالاتر است؟ آیا این جان ناقابل از جان احمد بن حنبل و حنبلی ها آیا بالاتر است؟ عزیزان، تا چی وقت این امامه ما به زمین نیفته؟ تا چی وقت این جان ما در راه الله تکه تکه نشه؟ اگر اون حادثه پیش می آمد من با خود میگویم که یا الله پروردگار، از تو نخواستم که داخل خانه خود شهید بشم، از تو نخواستم که داخل این مدرسه شهید بشم. یا الله، مرا در مقابل اون دشمنان دین قرار بدی تا سینه دشمن را هدف بگیرم. وقتی دشمن را به جهنم فرستادم، آن وقت یا الله جام شهادت نصیب کن. سیدنا عمر می فرماید لحظه ای که این حادثه سر من آمد اشکان من ریخت، گفتم پروردگارا اینقدر ضعیف و بی غیرت شدیم که دشمن تا پشت خانه می آید. سیدنا عمر می فرماید ذلیل میشه قومی که با دشمن در داخل خانه خود می جنگه. امروز ما ضعیف شدیم چون با یهود و نصارا در داخل کشور می جنگیم. امروز باید مجاهدین ما به
اروپا و امریکا و اونجا با دشمن می جنگیده. الله ما را ببخشه که ما را در این راستا غفلت کردیم. الله ما را ببخشه که جزء قائدین هستیم. الله ما را ببخشه که ما یک صحبت اکتفا کردیم و فکر میکنیم ما مجاهد واقعی هستیم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده همچون شیر مردانی که از اون برق شمشیر اونها دشمن میلرزه ما هم در کنار برادران مجاهد واقعی خود به حکومت هشدار بدیم که حکومت اگر متوجه کارها و برنامه‌های خود نشی، علما هستن که تصمیم میگیرن، علما هستن که برنامه دارن، علما هستن که سرنوشت جامعه را تغییر میدن.